سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ایتمیری هم خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با هم دیگه بریم یه بازی خفن و جدید و باحال که توسط یه پسر ایرانی به نام مارتیان نوری، پسر 13 ساله‌ای که تنهایی این بازی رو تو 6 ماه درست کرده. بریم بهش ریاکت کنیم. تازه دیروز فکر میکنم بازی رو به صورت لایو داده بیرون، به صورت دمو، البته هنوز نسخه کاملشو عرضه نکرده. بریم ببینیم که این پسر 13 ساله چی کار کرده. از نظر من که اگه هم بد چه خوب چه افتضاح، از نظرم با این سن کم واقعا جای تشکر داره ازش، که نه، جای قدردانی و حمایت کردن داره ازش که واقعا با این سن کم تونسته همچین گیم درست کنه. واقعا باید حمایت کنیم که تو جهان دیده بشه تا نام ایران و ایرانی در جهان بپیچد. همینطورش هم میپیچه. ما همه ایرانی همه تو ناسان. چی فکر کردی؟ پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. البته یادتون نره یه چالش داریم، یه چالش داریم. عددهای مخفی پیدا کنید و جایزتون رو دریافت کنین. اگه نمیدونید داستان چیه، تو ویدیو قبلی گذاشتم براتون، برید نگاه کنید. Let's go. خب قبل از اینکه بازی شروع کنیم، خیلی حالت شروع خفنی داره. من تنظیمش درست کردم، ولی تنظیمش درست میکنم انتخاب میکنم نشون نمیده من اینو انتخاب کردم. این یه باگ کوچیک باشه که خیلی راحت هم بکنم بشه حل بشه. اینجا هم نوشته که دیولپر، یعنی ساخته شده توسط مارتیان نوری. باریکلا پسر، شیر پسر باشه. میگه اونا اومده، اما من اخباری دارم که نشان میده این شایعات ارزش بررسی دارن. اودیسیوس. بله امپراتور. آها بچه، من بعد از چند بار تست کردم فهمیدم که بازی رو حالت مدیوم پلی بدین تا کیفیتش درست باشه. می‌بینی رو حالت قبلی مثلا پلی میدادم رو اولترا میذاشتم، رو حرکت آخر میذاشتم تار میشد. فراتر از نگرانی رو لو بذارین مسئله برای ما بسیار بهترین زیاد فکر است. کنم لو باشه. برای حل این موضوع از توانایی‌های الیاس و اسکندر هم استفاده کن. صداگذاری 20 از اعتمادتون 10 صداگذاری بنازم. صدای قشنگی انتخاب کردی واقعا. امپراتوری. آینده باد امپراتور و امپراتوری. آها الان درست شد حاجی. لباساش اصلا تا الان این شکلی نبود. لباساشون تازه درست شد بچه. یادتون باشه پس روی به نظر به موقع به آنجا میرسیم اودیسیوس. هم اگه به جای زبون تسبیحات استفاده کنی، آره. قیافه هاشون بهتره. چه فکر میکنی اودیسیوس؟ یا شاید حقیقت داره؟ مهم اینه که این شایعات باعث نگرانی امپراتور شده. حقیقت هر چیزی که باشه میفهم. خب داستان چیه؟ داستان اینه که ما رومی هستیم و فکر نمی‌کنم ایرانی ها دارن حمله میکنن به روم. همونطور که میدونید یه زمانی کل روم دست ایران بوده. چرا که نه، دلایل زیادی میتواند باشد. کنجکاو شدم بدانم. شاید دزدی، جاسوسی، حتی خرابکاری، انگیزه های زیادی وجود داره. آیا آنها نمی‌دانند که این سرزمین تحت حمایت زئوس شاه خدایان است؟ الهگان اگه آنها با تحت خدایان ما حفاظت زئوس شاه خدایان بود که الان فکر کنم ما هیچ وقت نمیتونستیم جای بگیریم. من هیچ وقت این قسمت از جزیره نبودم. پس ناچاریم از این مردان بپرسیم. سلام برادر. از لباس و قایقتان پیداست جنگاوری. بله منه. بله، ما فرستادگان امپراتوریم. من خودم امپراتورم. مایلم بدانم چه چیزی توجه امپراتور را به این جا جلب به کرد. تو هیچ ربطی نداره بچه. این فقط به ما مربوط است. بله چه خوب، پس مواظب اسرارتان باش. هستیم ما. به تو چه؟ ما گم شدیم. چگونه میتوانیم به مرکز این جزیره برسیم؟ متاسفم سرورم، شما جایی نمیری. بشین سر جد. و دلیل این گستاخی چیست؟ قدرت و شمشیرهای برنده ما و طلاهای با ارزشی که احیانا فرستادگان امپراتور دارند.
پس مشتی راهزن گستاخ مایلند قدرت شمشیر ما را تجربه کنند. پس یادتون باشه خودتون شروع کرد. یه جلو احمقا. آن اینو دمت لگ دیگه نی آجی. آن اپوش همین سیبو من را زدی نمیر ابله تو موندی اینو این ابله هم بزنی نمیرم چرا خواهم چی شد ابله مردی که چی شد تیبک کن تیبکش کن راهزنان لعنتی هر ساعتی که میگذرد بیشتر میشوند. کاملا موافقم. گرونیه دیگه. چیز خاصی نیست. طبق نقشه راهزنان مسیر درست از این درخت رو هواست. فکر نمی کنید همه اینها یک عقده باشند؟ شاید پارسیان میخواهند ما باور کنیم که قصد تصرف یکی از جزایرمان را دارند. من دمیجنم با چی باید جونم پر کنم؟ برای اینکه توان دفاعی قوای اصلی ما با اعزام نیروها به جزیره ها کاهش پیدا کند و جزیره اصلی به راحتی تصرف شود. امکان دارد ولی باید تازه شمشیر رو کشیدم آجی. چرا اصلا پارسیان یونان را با چی؟ با ای من فکر کردم باگه. قدمشان گسترش بود نیرومندترین جنگجویانشان را میفرستادند. به نظرم از آمدن جنگجویان قدرتمندشان نگران اودیسیوس. نه فقط آنان در برابر ما هیچند. زئوس، پوسایدون، ایریس آنها ما را حمایت میکنند. اوکی خب الان چی بریم اونجا؟ غلط کردی؟ خدایان قدرتمند است و از هیچ یک از ما نمی‌ترسد. خدای آنان واقعی نیست. نه خدای شما باید خدایان ما واقعی نیست. چی گفتی؟ اگر جرأت داری بار دیگر به زئوس بی احترامی کن. من حق با اودیسیوس است. سال اینجاست که ایمان خدا یک قوی تر است. اوه داره فلسفیش میکنه. بیشتر از ما به خدایانشان باور دارند. نه ولی باور آنها به خدایشان برای ما درد سر است. چه درد سری؟ ایمان به خدا به درد چه سری بابا؟ حتی باور به خدایی که واقعی نباشه. دیگه کافیه. به جای این حرفا بهتره روی مأموریتمون تمرکز کنیم. آیا امپراتور میداند که فرماندهانش به زئوس بی احترامی میکنند؟ آینه هاششون بس کن الیاس. کسی به زئوس بی احترامی نکرده است. ما فقط درباره باور پارسیان سخن گفتیم. بیاید بینم. اما تو آن را به زبان آورد. همین برای توهین به خدایان و هر مردی که ایشان را عفش شو بابا. نمیخوایی این شرفیات رو تموم کنیم؟ ما هرگز به زئوس بی احترامی نمی‌کنیم. همین الان این مزخرفات رو تموم کنیم. باداین دیره. مأموریتمو خراب کنیم. دیگه پیدا کنم که پیدا کردم که الان میابم DVD اینا اینجاست که اینو کشتیم CVD که شاید CVD یعنی شهروند نمیدونم. شما یه از CVD رو اونور داشت صحبت میکرد با اون راهزن. بعد هم که جه وقتی ما مفهمده این شمشیر رو میکشه از نظر احتیاج داره که این درست بشه. خدای من پارسیان اینجا 3 تا اردوگاه 3 تا اردوگاه دارم. چطور ممکنه؟ باورم نمیشه. نباید اینا را به اسکندر و الیاس بگم. حداقل الان. Go to the اسکندر and الیاس. چیزی دستگیرت شد؟ دستگیره دستگیره دستم شد. جزیره اقامت دارن. جدی میفرمایی؟ پارسیان در یونان. یس متاسفانه بله. و حالا شما باید این پیغام ها را به دست امپراتور برسونید. از قول من بهش بگین پارسیان قصد تصرف یونان را دارند. باید آماده دفاع از سرزمینمان به هر قیمتی باشید. تو میخوای چیکار کنی؟
من میخوام اینجا کار بمونم تا ناتمامی تحقیقاتم دارم رو کامل کنم. که باید بهش رسیدگی کنم. موفق باشید. پس توی کار باید راهی برای نابودی این اردوگاه‌ها پیدا کنم. ببخش خیلی برام هم با عجیبه شمشیر که فارسیان باید چطوری اونجا go to تونستن the به first اینجا Persian camp. عجیبه که این پایین شهروند بودن یا اینا الان سرباز بودن که اینا اومدن اینجا. هاچی دادن خرابم کردن ها. می‌بینی قشنگ داره حس آشوب رو نشون میده به مخاطب. یه آشوبی اینجا اتفاق افتاده. شب شده. اگه کمپشون اینجا باشه و خود سر او 8 تا سختش شده شد. یکی 2 تا مثل این که همون تو هستن. چند نفر اونجا دارم میبینم. آه نه دیدنم بکش شمشیر رو بسر. بخوردم نمیتونم بزنم. آها چه افکته چقدر تاریکه بدی نمیبینم. خب این پرشین سوری داره بزنش دیگه. بزن. اوه بندم میزن آجی. آه حاجی وسط فن که اون به من زد میشه پاشو. کرد تو گردنش. باری کرده از اینش خوشم آمد. اینجا روشنه. واسه یکی الان به خدمت شما هم میرسن. آها اوهو جا خالی. نازم نتش کن. جا آخ مرد 7 تا چیز کشتم؟ من کی 7 تا چیز کشتم؟ یکم باید اینجا باشه اگه نه حاجی اینا 2-3 تا دیگه اینجا خیلی زیادن که بخوردم بخور اهل فرار. بیا تو روشنایی. میخوام پیش این یارو نمیدونم کی هم هست پیش این بکشمتون. صف آفرین صف رو رعایت کنید دونه دونه همه تو برای مخفی ماندن هوشمندانه تر است. باید بدون اینکه پارسی ها متوجه بشن کارم رو ادامه بدم. بنازم بریم بعدی. داره جالب میشه آجی. برو راهش اینجاه. فکر نکنم نه راهش این تا هم راهی که اومدیم برگردیم. باحال بود آجی. آهنگ خوبیه باشم. خسته کننده نمیکنه بازی یا بخواد صداشو قطع کنی. همین راهه. بکنم از همین راه باید یه حالت راهی اینجا من میبینم ولی مثل این که راه نبود داریم ما تبدیل به راهش کردیم.
سلام. آی آی انگوسم کردم. بزنش. چرا نمیزنیش؟ بابا سیلاوی میتونه آجی خیلی پیشرفت کنه. اوه این فکر کن که این بنده خودم تنهایی داره کار میکنه. توسط نیرو اهریمنی مرد. آها بله نو تا نامردون بوده جلو دریم حساب میکردی. گزینه افروش زدن داره آیا؟ نداره. گزینه افروش زدن نداشت. شمشیر آتیشه. این شمشیر آتیشه. آتیش گرفتم. سوختم. وای سوخیدم. اوه بگن فقط نه از اول نه. اما من خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما داخل کامنت بهم بگین که از بازی سازهای ایرانی بیشتر حمایت کنیم، هم اینکه شما ازشون بیشتر حمایت کنین که امیدشون از دست ندن بازی خفن‌تری برامون بسازن. لایک کامنت ها فراموشتون نشه. اگه اون عددا و حروفای مخفی هم پیدا کردین داخل این اینستا واسم سریع بفرستین که جایزتون رو بگیرین. لینک تو بیوه. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.